سلام بینندگان گرامی، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی از اداره مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. امروز جمعه 7 اوگوست و ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است. من عبدالله اشرف هستم و در چند دقیقه دیگر خبرهای آخرینی تاجیکستان و جهان را برایتان می رسانم. بهرام غفوری، آوازخوان معروف تاجیک و سراینده ترانه ای مهاجر بچه سرگردان تاجیک، در سن 44 سالگی بر اثر یک صدمه نقلیاتی در شهر دوشنبه درگذشت. به گفته نزدیکان، بهرام غفوری هنگام حرکت در راه تقریبا ساعت 4 صبح 7 اوگوست در راه در روبروی دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه به صدمه دچار شده جراحتی وزنین برداشته است. آژانسی خبری آزیا پلوس نوشته است غفوری مسافری اتومبیل تویوتا لند کروزر بود که با ماشین کماس برمیخورد. گفته می شود آوازخوان در بیمارخانه قریه بالا از دنیا گذشته است. ویدیو بلاگ پرویز تیوی از محل صدمه یک پارچه نوار را نیز نشر کرده است که در آن دیده می شود ماشین هایی در صدمه افتاده سخت ویران شدند. آوازخوان بهرام غفوری در میان مردم با ترانه های میلاد آرزو، عاشق رویت و مهاجر بچه محبوبیت خاصی داشت. غفوری سال 1976 در دهه حضرت مولانای ناحیه رودکی تولد شده، ختم کرده فاکولته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. از او 2 فرزند یتیم ماند. قرار است مراسم دفن غفوری در یکی از قبرستان‌های شهر دوشنبه امروز دایر شود. خبرنگاران رادیو آزادی تلاش می‌کنند از این مراسم گزارش آماده کنند. برای باز شدن پروازهای منتظم بین المللی با اکثر کشورها و روسیه هفته‌ها ضرور است. در این باره سرگئی ریابکوف معاون وزیر کارهای خارجه روسیه اظهار نظر کرده است. نشریه ایزوستیا چاپ مسکو از ریابکوف اقتباس کرده است که در نشست روز 6 اوگوست در مسکو گفته است فکر میکنم برای باز کردن پروازها با اکثر کشورها هفته‌ها میگذرد. او گفته است با بهتر شدن وضع اپیدمیولوژی پروازها با اکثر کشورها از سر گرفته می شود. اما این مقام روز دقیق آغاز شدن پروازهای را با کشور نگفته است. در همین حال یوگنی دیتریخ وزیر نقلیات روسیه گفته است که این کشور عین زمان با 30 دولت دنیا برای برقرار کردن پروازهای منتظم هواپیمایی مذاکرات پیش میبرد. تاجیکستان یکی از این 30 کشور است و مقامات کشور قبلا به جانب روسیه آمادگی خود را جهت برقرار کردن پروازهای بین‌المللی ابراز داشته بودند. ضمناً پروازهای چارتری جهتی بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان از روسیه ادامه دارد. شرکت تاجیک ایر روز 6 اوگوست اعلان کرد که روزهای 7، 8 و 9 اوگوست پیاپی از مسکو پروازهای چارتری دایر میکند. بلیط ها طبق رویخط سفارت تاجیکستان در مسکو و کنسولگری ها در دیگر شهر و ولایت های روسیه فروخته می شود. پروازهای بین المللی به تاجیکستان از 20 مارس این جانب بسته هستند به استثنای سمت دبی دوشنبه دبی که پایان ماه ایول دوباره برقرار شدند. 2 شرکت فلای دبی و سامون ایر در این مسیر پرواز انجام می دهند. وزارت تندرستی تاجیکستان 6 اوگوست خبر داد که در شبانه روز اخیر مرگ یک نفر را از کرونا ویروس نو ثبت کردند و با این شماره عمومی قربانیان بیماری همگیر به 62 نفر رسید. در فهرست غیر رسمی قربانیان احتمالی کووید 19 و التهاب شش نام بیش از 440 نفر را درج کردند. مقامات به این رویخط قبول ندارند. این رویخط را تاجیکستان در آخر ماه اپریل موجودیت کرونا ویروس نو را اعتراف کرد. از آن زمان تا کنون به اطلاع رسمی 7665 کس بیمار شده، 6443 نفر و یا 84% شفا یافتند. ضمناً برای اولین بار در 3 ماه گذشته دیروز در ایالات متحده آمریکا بیش از 2000 نفر از بیماری کووید 19 به هلاکت رسیدند. بار آخر 7 می در ایالات متحده آمریکا 2000 نفر در یک روز به هلاکت رسیده بودند. بر پایه اطلاع دانشگاه جان هاپکینز ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان به کمیش 18 میلیون و 900 هزار نفر به بیماری کرونا ویروس گرفتار شدند. مقامات ولایت بادکند قرقیزستان خبر دادند که شام 6 اوگوست در مرز با تاجیکستان تیرپرانی صورت گرفته 1 نفر مجروح شده است. جانب تاجیکستان هنوز در این باره چیزی نگفته است. مقامات بادکند به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفتند حادثه در نزدیکی دهه قاقتاش روی داده. شخص مجروح در بیمارستان است و وضع سلامتیش میانه وزنین ارزیابی می شود. به قول آنها این ساکن قاقتاش از جانب شخص نامعلوم هدف تیر قرار گرفته است. خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان گفته است که این خبر را تحقیق می‌کند و عین زمان افزوده است که وضع در سرحد زیر نظارت است.
در روز 6 اوگوست این دومین حادثه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان است. دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صبح پنجشنبه 6 اوگوست خبر داده بود که در 1 کیلومتری مرز با ولایت بادکند یک ساکنی دهه سامانیان جماعت چارکوه اسفره از تیر جانب قرقیزستان به هلاکت رسیده بود. با اطلاع این منبع واحد وهابوی 65 ساله باغبانی بریگاد رقم 4 همین جماعت بوده است. نیروهای مرزبانی تاجیکستان همزمان خبر دادند که در منطقه همجوار محله لنگری ماهیان جماعت چارکوه اسفره سردار دیدبانگاه کوکتوش قرقیزستان شیر کبیروف از سوی یک شخص نامعلوم هدف تیر قرار گرفته است. طبق اظهارات ریاست مرزبانی تاجیکستان در این حمله از سلاح شکاری استفاده شده است. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارند و از این 519 کیلومترش مشخص و علامت گذاری شده است. دو کشور برای تامین مرزی باقی مانده سالها باز زبان نمی‌یابند و نامعینی سرحد هر دفعه باعث به زدخورد و تیرپرانی در منطقه‌های بحثی می شود. مقامات لبنان در چهارچوب تحقیق ترکیش در بندر بیروت 16 نفر را به حبس گرفتند. سروزیر این کشور حسن دیاب وعده کرده است که مسئولان ترکیش نیروهای مینرالی در انبار بندر بیروت به جوابگری کشیده می شوند. مدیر کل بندر بیروت حسن کورایتیم یکی از حبس شدگان است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نشر این خبر افزوده است که مفتشان به زودی او را بازپرسی خواهند کرد. بانک مرکزی صورتحسابی کرایتیم و چند تن از منصبداران بندر بیروت و اداره گمرک را بسته است. وزارت تندرستی لبنان ابراز داشته است که شماره فوتیدگان از ترکیش 4 اوگوست در بندر بیروت به 137 نفر برابر شد. کمش 5000 نفر مجروح شده است و سرنوشت 10 نفر دیگر روشن است. شب گذشته بعضی از خبرگزاری ها با تکیه به منبع‌های امنیتی گفتند که الکی شماره فوتیدگان به 145 نفر رسید. روز 6 اوگوست پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون از مکان ترکیش زیارت نمود و پیشنهاد کرد که این حادثه مورد تحقیق بین المللی قرار گیرد. طبق خلاصه های پیشکی سبب ترکیش در انبار بندر بیروت صدها تن نیترات امونیوم و یا سلیتر می باشد که چندین سال این جانب در یکی از انبارهای بندر نگهداری می شد. امروز با تشبث حکومت افغانستان در شهر کابل لاجرگاه یا خود انجمن پیران این کشور دایر می شود که باید سرنوشت صدها طالبی محبوس را حل و فصل کنند. طالبان طلب دارند که قبل از هر گونه مذاکرات صلح با حکومت طالبان محبوس از زندانها رها شوند. نزدیکان دو عضو پیشینی ریاست حزب منشوده نهضت اسلامی میگویند که از سرنوشت جلال الدین محمودوف و اسلام الدین فیضلی در تاجیکستان نگرانند. به گفته آنها یکی از 4 روز و دومی 1 هفته پیش بازداشت شده، تا حال نسبتشان عیب اعلان نشده است و وکیل مدافع هم ندارند. سیف الدین جلال الدین زاده پسر جلال الدین محمودوف به رادیو آزادی گفت پدرش روز 3 اوگوست به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت شده، از آن وقت این جانب به خانه باز نگشته است. این در حالی است که محمودوف ماه اپریل سال گذشته پس از پایان مهلت 4 ساله حبس از زندان برآمد و مقامات کمیته دولتی امنیت ملی سبب اکنون دستگیر شدنش را تا حال شرح ندادند. به فرق از او نزدیکان عضو دیگری سابق حزب نهضت اسلامی اسلامی دین فیضلی میگویند در کجا بودن او را نمیدانند. جلال الدین محمودوف سال 2015 در آستانه انتخابات پارلمانی و در حالی که نمایندگان حزب ممنوع نهضت اسلامی در کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان بود دستگیر و با گناه نگهداری سلاح 5 سال زندانی شد. در سال 2019 پس از 4 سال زندان طبق قانون عفو آزاد گشت. اسلام الدین فیضلی سالهای اخیر در دوشنبه میزیست. هر دو گفتند که به یگان فعالیت حزبی شریک نیستند. حزب نهضت اسلامی در سال 2015 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان افراطگرا و تروریستی اعلان و فعالیتش در قلمروی تاجیکستان منع شد. رهبریت این حزب ممنوع اتهام تروریسم را قبول ندارد و آن را بهانه برای از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن حزب نامیدند. 3 ویله متعلق به لاله کریمووا تیلویوا و دختر خردی پرزیدنت پیشینی ازبکستان اسلام کریموف در تپه‌های هالیوود آمریکا به فروش گذاشته شده است. این ویله ها مالکیت مشترک لاله کریمووا و شوهرش تیمور تیلویف دانسته می شود.
با اطلاع رسانه‌ها ارزش عمومی ویلاها 18.9 میلیون دلار است. رسانه‌ها می‌نویسند نالا کریمووا و تیمور تیلویف ویلاها را سال 2014 با قیمت 16.1 میلیون دلار خریدند. این خانواده در ویلاهای مذکور زندگی نکرده آنها را به اجاره می‌داده است. تیلویوا و کریمووا در قصر دیگری در بیورلی هیلز زندگی می‌کنند. مساحت این خانه 48,000 متر مربع است و زن و شوهر آن را سال 2013 با قیمت 33 میلیون دلار آمریکا خریده بودند، می‌نویسد نشریه ورایتی. به نوشته این نشریه این گرانترین اموال کریمووا و تیلویف نیست. خانواده مذکور بین بیورلی هیلز، پاریس و شویتزاری زندگی می‌کنند. آنها در یکی از کوچه‌های ژنو نیز منزلی دارند که با قیمت 47 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا خریده بودند. بینندگان عزیز، در پایان این نشر نوید بامدادی همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که امروز از جانب بانک ملی تاجیکستان معین شده است، 1 دلار آمریکایی 10 سومانی و 31 درم ارزش دارد. قرب 1 یورو 12 سومانی و 21 درم معین شده است. ارزش 1000 روبل روسی 140 سومانی تعیین گردیده است. اینجا رسیدیم به پایان نوید بامدادی. برنامه‌های نو و جالبی ما دوام روز تقدیم شما میشند. ما را همراهی کنید.